عزیزان امروز ما درباره یکی از سرایندگان معروف ابراهام طالماسب حرف میزنیم. شاید بسیاری ها بگویند که ابراهام طالماسب، اما نام اصلیش دیگرگونه است. نام اصلیش ابراهام طالماسب سال 1956 در شهر سمرقند به دنیا آمده است. معلومات موسیقی خود را در سمرقند از هنرمندان معروف بخارایی گرفته است. او در ابتدای سال 1982 مشهور شد. سال 1989 هنگام برگردانیدن یهودی‌های بخارایی به اسرائیل از SSR برآمده در اسرائیل مسکن گرفت. سالهای 1990 اوج کار او بود. طالماسب نه تنها در بین یهودی‌های بخارایی بلکه در بین تاجیکان و ازبکان نیز شهرت پیدا کرد. سال 2002 ابراهام طالماسب با طور دائمی به ایالات متحده به ناحیه کوینسی نیویورک کوچید که در آنجا بیش از 70,000 نفر زندگی می‌کردند. اول میانه‌های سال 2000 نیز به یکی از اوج‌های ایجادیات سراینده تبدیل یافت. آوازخوان نه تنها در بین بخارایی‌ها بلکه در بین تاجیک زبان‌ها و ازبک زبان‌ها نیز معروفیت زیاد پیدا کرد. بجز از زبان مادری تاجیکی، او با زبان یوری، فارسی، ازبکی، روسی و انگلیسی حرف میزند. اینک نام اصلی سراینده ابراهام است. نام‌های دیگری او را اورام یا ابرام بیشتر در میان برخی از مردم اسرائیل و در میان مردم غیر ایرانی معمولند. عزیزان با همین تمام تا بخش‌های دیگری. خدا نگهبان.